دوستی را جستجو داریم ما، از امانی گفتگو داریم ما. السلام علیکم دوستان عزیز، التماس ویدیو را گوش کنید. این فلش موب برای تمام بلاگرها، برای تمام مردمی وطن دوست، تاریخ دوست و خصوصا مردمی تاجیک و فارسی زبان است. میتونه این همچنین نوارها تمام برادران بلاگر که سایت های اجتماعی دارن مقصد چیکار کنن؟ خچان ویدیو کنن، نوار کنن، در کانالشون آبونچیاشون دعوت به وطن دوستی و انسان دوستی و از تحت دل دوست داشتن شاعران خودمان است. این شعر کی بود؟ یکی از شاعران برجسته تاجیک، قهرمان جمهوری تاجیکستان میرزا تورسونزاده که در همین سامانی هست، یک سامانه سال 1911 به دنیا آمده است و 1977 مقصد عالم فانی را پدرود گفته است. اما ما برای که تاریخ خودمان یادداشت کنیم، فراموش نکنیم بزرگان خودمان، قهرمانان خودمان، میرزا تورسونزاده امسال 115 سالگیش ما جشن میگیریم. نوار ما این رقم در تهماندگیم برای چی از تلگرامی باباجانی 88 است. هر بیننده که آبونچی من هسته نوار میکنم میپرتایا، نوار شما میگیرم برازگی خودش در کانال و میگذارم از وطن دوستی، از شعرهای این شاعری برجسته و خدمت کرده ملت تاجیک فارسی زبان که در سالهای شوروی چقدر سخت بود اما این خدمت کرد برای وطن خودمان، نوار کردم میگذارم. اگر نواری همه پرسموتری خوب یا لایکی خوب گرفت، از مابین آبونچی‌های اینستاگرام، این کار در اینستاگرام من میشه، در یوتیوب هم میگذارم اما اینستاگرام ویبر کردن یا که انتخاب کردن قهرمانایی که ویدیوهای خوب میکنن میپرتاین برای ما آسان‌تر میشه. در اینستاگرام میگذارم، یک نفر من انتخاب میکنم. اگر همین آدم غالبی ما، همین آدم پبیدیتی ما در روسیه هم باشه، اولادا اجداداش، پدر مادرش، اهل بیت یگان رفیقشه، یک شبانه روز در آسایشگاه شنبری از حساب باباجان 88 میروه استراحت میکنه که در اوجا لای تبابت سویت تمام خدمت رسانی به سطح اعلی، یعنی که استراحت، خورد و خوراک، سه و خورد و خوراک میتین. یک شبانه روز حساب من تحفه به شما. برای چی؟ هم موتیواسیون شوه، هم شما که دستگیری میکنی نوارا رو لایک کامنتر میگذاری و هم دیگه قهرمانی خودمون جوانی و خردسالای ما بسیارتر میشناسن. اگه من آفیس ندارم، در آفیس بشینم متاسفانه گپ زنم، با هم خاطر یک جای برادر تلفن میفروشه، در همینجا من نوار کردم از قهرمانای خودمون. نه تنها میرزا تورسونزاده، تمامی شاعرها و قهرمانای خودمون باید فراموش نکنیم، برای که ملت تاجیک ملتی کهن بنیاد است، ملتی قهرمان است، ملتی سربلند به ناموسیم. الله نگهبانتون. نوار پاک کنید. سلام علیکم.